السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، رمضان به پایان می رسد. شاید آخرین ماه رمضان برای ما باشد. بنابر همین الله می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سارعوا الى مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. شمایان ای مسلمانان، ای بندگان، به رحمتی مغفرت الله بشتابید، توبه بکنید، زیرا مغفرت الله پهناوریش مثل آسمان و زمین است و برای متقیان آماده شده است. مغفرت الله بیکنار است. هر کسی که به گناه آلوده شده است توبه بکند تا که به بهشت جاودان سزاوار گردد. زیرا بهشتیان وقتی که به بهشت می درآیند، ندا کننده ندا می کند، می گوید شمایان ای بهشتیان همیشه صحت و سلامت می مانید، هرگز بیمار نمی شوید. شمایان زنده و جاودان می مانید، هرگز نمی میرید. شمایان جوان می مانید، هرگز پیر و فرتوده نمی شوید. شمایان در غرق نعمت می مانید، هرگز فقر و تنگ دستی را نمی بینید. وای بر حال شخصی که رمضان به پایان می رسد و گناه های او بخشیده نمی شود. باید در روزهای اندک رحمت مغفرت الله